Lokej Westerland, alle kjoloni logische Westerland. Alle kjoloni logische Westerland, alle kjoloni Westerland. Logische Westerland, بالا تو Westerland. چی داری میگی؟ یه چیزی بگو من خودم بفهمم چی میکنی. درست بگو منم بفهمم. آنتونیو خوزه دیدین؟ چی؟ آنتونیو خوزه دیدین. خوزه رو درست بگو. دو مرگنده از استرادا فرزند ورتی منتی خورده بردو. مونتونی ورتی خوزه ری. به تاریخ. به تاریخه وای چه بسرده می آورده. 25 شهریور شد متهم به قتل 41 نفر در دم شد. حکم نهایی متهم را به 41 بار قصاص محکوم می نماید. دادگاه ایالتی تگزاس و سیتی پیتیترت و پرستروم بیاره. شما وصیتی چی نداری؟ نه بکشم والا کار داره میخوام. برو بالا اجازه بده. یه وصیتی دارم. بگو. این داشتن خفه میشدن این چرا کار میکنن؟ ما 41 مرتبه باید اعدام بشی خفه میشدی. برو بالا. اجازه بده. آقا وصیت اگه داری بکنی هم وقت نگیر. من به یه تو میرم. مرگیگری آوردن. بازم حرف میزنی که. برو بالا. چرا میخواه بکشن؟ نمیدونی چرا میخوان تو بکشن؟ نه. 41 نفر کشتی متهم به قتل 41 نفر آقا. من نکشتم خودشو مردم. مگه میشه آدم خودش بمیره؟ ها. آقا 41 نفر رو کشتی؟ کی کشتم؟ نمیدونی؟ اجازه بده شما. نمیدونی؟ چرا میدونی؟ چرا بفرمایید. اصلا بخنده. اصلا چی شد که شما 41 نفر رو کشتی؟ من خودش راننده تلریام. راننده تریلی. خب بفرمایید. صبح زود بار داشتم میبودن 7 تا 5 بود. بعد دیگه سر میدون که رسید میدون کانزاس. اونجا اومدم پیچیدن ما اون پیچی میدیم ترمز ماشی برید. خب ترمز برید یکی از دوستان اونور وایساده بود صف تاسکی بود بقیه 40 نفری بعد صف اتوبوس بودن. بعد ما دیدیم ماشین داره میره روی یه نفری خب میره رو 40 نفر. اول 40 نفر کشته میشن بدرمون در میارن. گفتیم ولش کن فرمون بچینی ولی میره رو همون یه نفر میکشیم. پیچوندیم ولی برین روی یه نفر این نامرده کرد. نامرده که فرار کرد من قاطی 40 نفر. منم دوباره اومدم رفتم توی 40 نفر اینا که اینا بود. من تا این نکشتم ولش نکردم و 40 تا دیگه مرد. چرا 41 نفر؟ پس چند نفر؟ 50 نفر. چرا 50 نفر؟ برو بالا. پس چند نفر؟ برو بالا.